8 دکامبر سال 2022 خدمات سرریاست امنیت داخلی فرانسه یک نهاد جاسوسی این کشور به خبرنگاران نشریه فرانس اینفو خبر داد که 7 زاده روسیه و تاجیکستان با اتهام آمادگی به انجام حمله‌های تروریستی در فرانسه به حبس گرفته شدند. بازداشت این 7 نفر روز 18 نوامبر صورت گرفته است، ولی مقامات امنیتی تنها بعد 3 هفته این خبر را رسانه‌ای کردند. تفسیرات این بازداشت‌ها و نام دستگیر شدگان نشر نشده است. تنها گفته می شود که این 7 نفر بازداشت شده 5 نفرش قبلا هم به مقامات جاسوسی یا کنتررزویدکای فرانسه به سبب توجه و علاقهشون به عقیده‌های تندرو مذهبی معلوم بودند، ولی 2 نفر دیگر به تازگی به فرانسه آمده بودند. گفته می شود یک هدف عمده این تروریست‌ها باید بازار مشهور سال نوی استراسبورگ که هر سال در عرفه عید مولود عیسی مسیح برگزار کرده می شود و این بازار از همه بازار اساسی بخشیده به عید مولود عیسی در دپارتمنت رین پایان به شمار می رود. 11 دکامبر سال 2018 زاده الجزایر شریف شکت در بازار اسلاویانی استراسبورگ 5 راهگذر را کشته 11 تن دیگر را زخمی کرده بود. این نخستین مورد بازداشت شهروندان تاجیکستان در اروپا با اتهام تروریسم نیست. سال 2021 در آلمان 5 زاده تاجیکستان را با اتهام مبلغ گذاری سازمان‌های تروریستی و سوءقصد به کشتار فرمایش یک صاحبکار آلبانی به حبس گرفتند. یک شریک دیگر آنها که نیز زاده تاجیکستان است در آلبانیا بازداشت و به آلمان استرداد شده بود.